اسناد خرید. اسناد خرید شامل زیرساخت‌های زیر میباشد. خرید از داخل. با توجه به اهمیت خرید در سازمان‌ها و اعمال مواردی همچون هزینه حمل، اطلاعات حمل، محاسبه ارزش افزوده خرید و یا در برخی موارد اصلاح بهای کالا پس از گذشت مدت زمان خاص، نیاز است تا کاربران بتوانند تمامی موارد فوق را در سیستم اعمال نمایند که کاربران می‌توانند با استفاده از سند خرید کلیه موارد مورد نظر را در سیستم مدیریت کنند. برگشت خرید از داخل. جهت عودت کالای خریداری شده به فروشنده به علل مختلف، سیستم این امکان را به کاربر می‌دهد تا این امر به صورت اتوماتیک توسط کاربر انجام گیرد. خرید از خارج. رویه خرید خارجی نسبت به خرید از داخل کمی متفاوت است، زیرا که در خریدهای خارجی مبنای خرید اشخاص و یا شرکت‌ها نیستند، بلکه اعتبارات اسناد میباشد که کاربران میتوانند با استفاده از سیستم اعتبارات لازم را معرفی نموده و فرایند ثبت هزینه آن و دیگر موارد را ثبت و خرید خود را کامل کنند. برگشت خرید از خارج. جهت عودت کالای خریداری شده به فروشنده خارجی، سیستم این امر را به صورت اتوماتیک برای کاربران انجام داده و نحوه قیمت‌گذاری سیستم را نیز مدیریت